سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من سارا هستم و در این کانال با آموزش‌های میکرو مکرمه در خدمتتونم. امروز آموزش این بافت لوزی رو داریم که لبه هاش منحنیه. ما دو نوع بافت داریم لوزی، یکی لبه هاش تیزه و یکی منحنیه که امروز اینو توضیح میدیم و در جلسه بعدم اینو توضیح میدیم. برای بافت لوزی که حالا لبه هاش هم منحنیه، ما به 4 تا نخ 1 متر و 10 سانتی نیاز داریم که حالا میخوایم بافت بزنیم. بریم شروع کنیم. خب برای بافت لوزی قطعا ما یک تصوری توی ذهنمون داریم که یه حالت این شکلی باید بشه. خب بنابراین خب ما این دو تا نخی که حالا وسط هست، من دو تا نخ وسط رو پیدا میکنم که این دو تا نخ هستن و حالا میخوایم بافت بزنیم. خب یه دایره همونطور که در ویدیوهای قبلی گفتیم، انگشت شست بالا قرار میگیره و انگشت اشاره پایین قرار میگیره و با انگشت شست اینو میگیریم و یه گره، دو گره، برای هر نخ 2 گره. خب الان 2 گره رو اینجا دادیم. الان میایم این نخ زیری رو از زیر در میاریم، یه دونه دایره، دوباره به همون طریقی که در بافت‌های قبلی گفتیم، یه دایره با این گرفته میشه و این داده میشه داخل به این شکل. خب ما بافت بالای این بر رو زدیم، حالا میریم برای این بر. دوباره نخ اصلیمون رو توی دست میگیریم، اینو از پایین میاریم و یه دایره با انگشت اشاره نخ رو میدیم داخل و میکشیم، یه گره و گره بعدی، 2 گره. خب ما این هشتی بالا رو الان بافتیم، حالا میخوایم پایین رو ببافیم. ما گفتیم یه دونه شکل برای خودمون ترسیم میکنیم توی ذهنمون که حالا لوزی همچین حالتی میشه. ما 8 بالا رو بافتیم، پایین رو ببافیم. پس نخمون رو این شکلی میگیریم، اونجا که 8 بالان این شکلی گرفته میشه، این شکلی گرفته میشه. خب دوباره به همون طریق، ولی این نخی که داخل آورده بودیم و حالا این دفعه میاریم بیرون خلاف جهت و نخ اصلیمون که گره ها روش زده شده رو میاریم این سمت مخالف و یه گره اینم دومین گره. و خب چون ما میخوایم این لبش یه حالت منحنی بگیره، همینجوری میایم و سفتش میکنیم و میریم برای این یکی. دوباره خلاف جهت قبلی، جهت قبلی اینجا بوده، الان اینجا نخ اصلیمونه که گره ها روش زده شده و این نخی که باش گره زدیم و دوباره میاریم به بیرون، داخل بوده میاریم بیرون، دوباره یه گره با انگشت اشاره میدیم داخل، دوباره گره بعدی، یعنی 2 تا گره. خب اینجا خیلی مهمه، البته که این میتونه سلیقه‌ای باشه، ولی خب من وظیفه دارم که بهتون بگم که شما وقتی بافت اینجا رو خب چپ به راست زدین یا راست به چپ زدین، باید تا آخر همون راست به چپ رو بریم. اما اگه چپ به راست زده بودیم، باید تا آخر چپ به راست میزدیم. چرا؟ حالا دلیلش رو با توضیح و نشون دادم بهتون میگم. حالا ما اینجا راست به چپ گره زدیم، خب یعنی اینو آوردیم رو، یعنی این شده نخ اصلیمون و با این گره زدیم به این شکل. اینجوری این همراستای با اون قبلی قرار میگیره. اما حالا من بافت بعدی رو که بافتم میخوام از چپ به راست ببافم که شما ببینید فرقش چیه. خب الان اینجا این نخایی که روش، یعنی در واقع نخای اصلی لوزی، لطفا توجه کنید اینجا میگم بافت لوزی، یعنی این که مثلا نخمون 8 باشه و اینا رو نمیگم. بافت لوزی پایین ترین نخها در یک بافت لوزی کامل، پایین ترین نخها میشه نخ اصلیمون که بقیه نخها روش گره میخوره. پس پایین ترین نخها میشه نخ اصلیمون که بقیه نخها روش گره میخوره. و یه نکته دیگه که باید خدمتتون بگم اینکه هر موقع شما میخواین از هر سمتی گره بزنید، باید نخ اصلی رو باشه و نخ فرعی زیر باشه، یعنی به این طریق. نگاه کنید این الان
اینایی که دارم میگم، این نکتهایی که دارم میگم برای بافت لوزیه، لطفا توجه کنید، چون ممکنه در بافت‌های دیگه یه چیزای دیگه بشه. شما به من بگین که شما گفتین که نخ‌های اصلی پایین‌ترین نخ‌ها قرار میگیرن. نه، من دارم میگم در بافت لوزی پایین‌ترین نخ‌ها نخ‌های اصلی هستن که بقیه نخ‌ها روش گره میخورن. خب بقیه نخ‌ها رو باید بیاریم پایین. حالا ممکنه مثلا در بافت لوزیتون شما اصلا 6 تا نخ داشته باشین، ممکنه 8 تا نخ داشته باشین که بعدها با هم دیگه تمرینش رو انجام میدیم. خب ما برای این بافت میایم چی کار میکنیم؟ نخ اصلیمون رو میگیریم، این پایین ترین نخ‌ها که نخ‌های اصلیمونن، نخ‌هایی که روی این نخ‌ها بافت میزنیم، یعنی در واقع بافتیم و بالا هم میاییم پایین نخ‌های اصلیمون. حتما باید بیارید پایین. شما نمیتونید از بالا گره بزنید، هیچ وقت گره از بالا زده نمیشه مگه اینکه چپ و راستی باشه. حالا اونو بعدها توضیح میدم، نمیخوام حالا گمراه بشین و مثلا اینجوری باشین که حالا باید چیکار کنیم چیکار نکنیم. فعلا اینو یاد بگیرین که برای گره زدن باید حتما نختون پایین قرار بگیره. نخی که میخواین باش گره بزنید بعد پایین قرار بگیره. نخ اصلیتون که قرار روش گره بخوره بالا قرار میگیره و نخی که قرار باش گره بدین پایین قرار میگیره. خب اینو آوردیم پایین، یه دایره با انگشت اشاره میدیم داخل، یه دونه، دو تا، این برم به همین صورت دوره. این میشه نخ اصلیمون. نخی که باش گره هارونو زده بودیم یعنی پایین، که قرار باش گره بزنیم یعنی پایین. زیر نخ اصلیمون قرار میدیم، بعد اینو یه دایره دوباره دو تا گره. لطفا توجه کنید که اینجاها ممکنه این لبه ها نخاتون بیاد بیرون، کاملا طبیعیه چون در بافت لوزی این اتفاق میفته. پس یاد نخواین مثلا اینو بچسبونید به این، چون کلا بافت لوزی این شکل رو داره و یه حالتیه که اینجاش نخه میزنه بیرون اگه توجه کنید. خب هشتی بالا رو بافتیم، الان میخوایم هفتی پایین رو ببافیم. نخی که باش گره زدیم و میاریم بیرون زیر نخ اصلیمون، چون قراره از بیرون گره بزنیم به این شکل. این هم همین صورت. دوباره نخی که باش گره میزنیم میاریم بیرون، نخی که روش گره ها خورده شده میاریم داخل و گره هامون رو از بیرون میزنیم این دفعه به این شکل. لطفاً به طریقه دستم نگاه کنید. اول اینجوری نخو گرفته بودم، الان اینجوری گرفتم. خب اینجا میخوام توضیح بدم که اگه اینجا گره ها از راست به چپ دادیم، حالا میخوایم از چپ به راست بدیم، ببینیم چه تفاوتی با هم دیگه میکنن و من برای چی میگم اگه گره هاتون، حالا البته سلیقه‌ایه ولی سلیقه من اینه که گره ها اگه قرار راست به چپ باشه تا آخرش راست به چپ باشه و اگه چپ به راسته تا آخرش هم چپ به راسته. حالا میخوام گره چپ به راست رو بدیم، این چه تفاوتی میکنه؟ خب این میشه نخ اصلیمون، نخی که قرار باش گره بزنیم زیر نخ اصلی قرار میگیره و بعد یه دایره دیگه دو تا. خب حالا اگه توجه کنید اینجا یه حالت این شکلی گرفته و اینجا اینجوری شده، یعنی این که باید همش مثلا اینجوری باشه بایدی نیست، البته میگم بازم سلیقه‌ایه. خب اینجوری باشه، الان اینجوری شده دیگه. حالا خودتون میدونید که باید چی کار کنید. دوست دارین که مثلا گرهتون اونوری باشه یا حالا اینجوری باشه. خب بریم سراغ بافتای بعدی که همون طریق بهتون گفتم دیگه. این پایین ترین نخ میشه نخهای اصلیمون در بافت لوزی. اون نخی که قرار باش گره بزنیم میاد پایین این نخ اصلی، از داخل گره میزنیم. برای بافت 8 از داخل گره میزنیم، دوباره حالا از بیرون گره میزنیم. نخی که باش گره زدیم و میاریم پایین، نخ اصلیمون رو میزنیم رو و گره میزنیم. این دفعه گره از بیرونه چون میخوایم هفتی گره بزنیم. دوباره یا من اینجا دیگه گره ها رو از چپ به راست میدم.
اینم آخرین لازمونه 2 تا گره رو به داخل، 2 تا گره نخ داخلی میبریم بیرون رو به بیرون. و توجه کردیم که همه گره هایی که ما انجام دادیم این نخ که نخ اصلیمون رو قرار میگیره، نخ های اصلی رو قرار میگیرن. حتی موقعی که اینجا آخرش که میخوایم گره چپ راست رو انجام بدیم نخ اصلی رو قرار میگیره و نخ فرعی که قرار روش گره بدیم و میبریم زیر و به این شکل گره میدیم. تمام شد. البته این فقط برای یادگیریه و اندازه نخ ها رو بهتون گفتم. خب ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از این آموزش راضی باشین. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. برای آموزش های بیشتر و کاملتر کانال منو دنبال کنین و زنگوله رو فعال کنین که هر وقت ویدیوی آموزشی گذاشتم برای شما اعلانش بیاد. خب این تموم شده کاره. برای انتهای بافت دستبند و این قفلایی که حالا برای دستبند هست حتما آموزش میذارم، پس آموزش ها رو دنبال کنید و تا ویدیوی بعدی و آموزش های بعدی با من همراه باشید.